اینجا جایی که سال 1402 برامون تموم شد. سال جدید اومده، فصل جدید اومده، فصلی که فصل پوست اندازیه، فصل سبز شدنه و فصل عوض شدنه. اما یه سری چیزا عوض نمیشن، مثل یه سال جدید و آدامش بودن. این هیچ وقت عوض نمیشه. اصلا نمایشه. خب اول کاری نیومده به استادیوم گوشه یه بنده خدایی تو محبت گم شده به زور پیداش کرد. سال اینطوری شروع شد. بگ رفتیم این باز اومد. سلام. من اومدم خیلی خوش اومدم. نیستی مرادی تو شکم بازیکنان نیستی، تو دوروبر ناظران نیستی. شما رو تنها گذاشتم. بعد آره خیلی وقت نیومده بودم، خدای دلم خیلی تنگ شده بود واقعا. بعد اینکه خب عید شانس آوردم، حالا عید چون تعطیل بودیم اینجا بازی هم تو عید شد، خیلی خوبه، اوکی شد. دعا میکردم بازی بخوره تو عید داخل رشت. بعد اینکه ایشالله که ببریم دیگه، همین فقط میتونم بگم ببریم. به نظر تیم نسبت به نیم فصل اول بهتر شده؟ آره دیگه خیلی بهتر شده به نظر من. هم چند تا بازیکن اضافه شدن و خوبه کلا، یه مقدار تیم قوی تر شده. بعد خیلی خوبم بازی میکنه، یه مقدار بد شانس هم هستیم. حالا تو بازی خارج خونه با داخل خونه بد شانسیم، از فرصتامون استفاده نمیکنیم. بعد اینکه اگه یه مقدار فرصت طلب باشیم که میبریم. به نظر آخر فصل میمونیم. سلام، خوب هستین؟ قربون شما، مرسی. آره دیگه ایشالله بمونیم. این بازی خیلی خوبه، حالا مثل شهر بابک هم زیاد تیم بالای جدولی نیست. به نظر من امروز دیگه باید ببریم، خداییش اگه بخوایم خدای نکرده یا مساوی کنیم یا حالا اتفاقای بعد دیگه بیفته دیگه واقعا خیلی سخت میشه. چون مثل شهر بابک البته نمیشه تیمی رو دست کم گرفت، ولی خب مثل شهر بابک تقریبا میشه گفت تیم پایین جدولیه دیگه. فکر کنم دهم باید پایین باشه، 11 آره 2 رقمیه. بعد اینکه ایشالله خیلی دیگه مثبت نگاه کنیم. چرا وارشتاکا رو میریزی تو همراه وارش؟ در حال وارشتاک نداشتیم، گفتیم جبران کنیم دیگه. یعنی چی آقا؟ الان گند زده میشه تو برنامه. برو. و من میدونم که یه روزی شما دوستان عزیز دیگه برتر میبینم تو باداماش. نه این میره آسیا. من آسیا من چی تهران زیاد نمیرم، کم میرم. یه بازی رفتم هنگ آقا خلیل این هنوزم قالم رضا یا قالم میرزا. این چیه؟ الان این توپ اینجا قشنگ پله نشه. خود دروازه‌بان اینجا پله میشه، توپ که توپه. خود دروازه‌بان پله میشه. دروازه‌بان آره پله میشه. برگردون میشه. چی آخه؟ دریغ از رسیدگی. همینجا رو حالا موقع بازی فیلم بگیر، ببین دروازه‌بان چه وضعیتی داره. خیلی افتضاح. گفتم که میکارن
بعدن چی میشه؟ ول میکنن. فقط یه کاری انجام میدن که بگن انجام دادیم، بعد ول میکنن به حال خودش. اون برای همینه. اون برم باید همچی باشه، اونم ولی باز اون بر بهتر بود فکر کنم. ولی این ور افتضاح. شیاخ یه دورانی بود آب میدادن زمینو. الان فکر کنم شبیه اون زمان. چیز دیگه میدن. آخه سنگ گوشماهی وسط چمن، سنگ گوشماهی چی میکنه؟ ساحلی تو. مبینه سلام آقای قالمرزای عزیز. ما فکر کردیم دیگه استعفا دادی رفتی. نه داداش یه خورده زندگی بالا پایین داشته باش. ممنوعت کرده بودم. بچه‌های تهران دیگه نیومدن ما هم آره نه دیگه تهران چیه؟ من بچه همینجام، تیم منم همینه. تهران خواهش کنم. آقای ربرس ایشالله که اول به تمام هواداره داماش سال نو رو تبریک میگم. علی جان اول سال نو رو به تمام هواداره داماش تبریک میگم. ایشالله که سالی پر از شادی، سلامتی، موفقیت، پر پول، تک تکشون سفرهای خارجی ایشالله برن. برای بازی‌های آسیایی اتوبوس بزنم برام. ولی داماش بازی‌های آسیایی اتوبوس بزنن. 1402 اونقدر که داماش اینجوری سینوسی بالا پایین داشت، بیت کوین و چه میدونم ترون و بی ام بی و این چیزا، ارز دیجیتال اینقدر بالا پایین نداشت. آره ان شاء الله امسال یه روند سعودی داشته باشیم. کلا موشکی بریم. کلا موشکی بریم بالا. چه قشنگ شب شد. قشنگ شب شد. نه بخوره بچه‌ها. این پسر دکتر سامان رضایی میگم. آره همین خدا یه چیزی میدونه به این قدرت نداره. لایو چی داری میگی؟ دارم میگم وای محمد رضا you are so hot. اون چیه؟ دارم میگم تو چه جذابی اینا. دارم میرسم. عالی. عالی تو لایو. کی بغلش دیدی؟ نه یعنی یه گالری داشت. یه کیلو. خوبه دیگه داداش. من یه چیزی میخوام به شما بگم. حالا اگر این اتفاق افتاد شما میتونید توی ولاگ بذارید. اگه نیفتادم میذارم. بگو. نذاشتم بذار. چی هست؟ همینو می‌خواستی بگی؟ خب بگو. دوربین خب داشتی میگفت. به عنوان افطاری برای داورا 5 تا موز مجوز می‌کردن گذاشتن. 5 یعنی پوست داماش اگه نکندن امروز. بله. دارک شد. بیا هوا رو واو رفت. وسط این فیلم گرفتن ها توپ خورد تو سر. خدا بخیر بده. دیش آیه چاری جلویش میبری. علی معایده؟
علی معید اومد. آره اوه چه جذاب. کاور آقا می‌خوای؟ 2-0 میبریم. خوب. یکی رو کمش کن به خدا خوبه. انده چیسه باره انده چیسه جلبک زنده ماشاءالله. واو. این فقط اونجا رو گوش کن چی میگه. میجنگیم بچه ها، میجنگیم با بازیرم میبریم حتما. امید خدا. انشالله باریکالله. اما جواب باسا یک بازی شروع شده. داماش اول بسم الله داره حمله میکنه. بزنین بچه ها. غیر از اینه به خدا جدی دارم میگم وسط زمین ویروس کریمی چوری قهرمان آسیا شد. جدی میفرمایید؟ تو وسط زمین با جنگ میگیری بعد بدی عقب. این کارو بکنی. نیم ساعت از بازی گذشته هنوز هیچ حمله جدی نداشتیم، موقعیت جدی نداشتیم. شاید تو بگیم یکی دو تا موقعیتش شهر بابک از مال ما جدی ترم بود. چه وضع شهر؟ افتضاح. چه سگ زندگی ما. گل اول برای مثل شهر بابک. وقتی درست حمله نمی کنی حریف گل میزنه دیگه. 1-0 برای شهر بابک. نیمه اول و شهر بابک 1-0 برد. اوضاع اصلا جالب نیست. بچه هایی که تو استانبول کنسرت میزن.
اول بازی کنید دویچ هم ببریم با خوشم. عاقبت همونه عاقبت بچه‌ها بردیم، خوبم بردیم. درگیر شدی پوری. من نبرم شاید اساسی
بردیم سید. بردیم ولی خوشگل بردیم. از این گلاب میشست واقعا. این دقیقه 90 مثلا کامبک عالی. ماشاءالله. بالاخره یه بازی اومدیم و برد. خداییش دیگه. چطور بود بازی؟ چون من اومدم بردیم. آقا من با دوربین صدا سیما مصاحبه نمی‌کنم. یا پایان شب سیاه سپید است. سپیده نیست. سپید. ادامهش میدونی چی بود؟ در باقالی پلو بسی سفید است.